میدونی عجیب ترین بخش تنبلی چیه؟ این که ما تنبل نیستیم. ما فقط یک گفتگو نصف شب توی سرمون داریم که نمیذاره شروع کنیم. بشینیم و با خودت بگی چرا من اینقدر بی انرژیم؟ چرا هیچ کار جلو نمیره؟ ولی ته تهش حقیقت یه چیز دیگه است. بذار صادق باشیم. تنبلی اون چیزی نیست که بقیه میگن. تنبلی بی‌عرضگی نیست. تنبلی کم‌هوشی نیست. تنبلی یک مکانیسم دفاعیه. وقتی از کاری میترسی، وقتی از نتیجه مطمئن نیستی، وقتی احساس میکنی شروع کنی ممکنه شکست بخوری، ذهن یک کاری میکنه، هلت میده سمت تنبلی. ذهن نمیخواد تو بسازی، ذهن میخواد تو زنده بمونی و گاهی زنده موندن یعنی همینجا بشین، هیچ کاری نکن، خطری نکن. اما تو برای زنده موندن ساخته نشدی. تو برای زندگی کردن ساخته شدی. تنبلی یک چرخه داره. اولش فقط میگی باشه، الان نه، بعدن. بعد اون بعدن میشه یه ساعت دیگه، بعد میشه شب، بعد میشه فردا، بعد tebdیل میشه به یه جور شرمندگی از خودت. شرمندگی که باعث میشه بیشتر فرار کنی. میخوای کاری رو شروع کنی و یاد ناکامی‌های قبل میفتی، بعد میگی خب ولش کن، دوباره خراب میکنم. اینجاست که تنبلی دیگه مشکل نیست، سبک زندگیت میشه. یک لحظه هست، لحظه‌ای که تو دیگه از خودت خسته میشی، از حرفایی که زدی و عمل نکردی، از قولهایی که به خودت دادی و زیرش زدی، از هدفهایی که فقط توی دفتر قشنگن ولی تو زندگیت نیستن. همون لحظه است که از تو یک سوال میپرسه، میخوای همینجوری بمونی یا نه؟ بالاخره وقتشه. این لحظه جادوترین لحظه است، چون تصمیمی که تو همین لحظه میگیری میتونه یک سال آینده تو بسازه یا ویران کنه. ببین، تنبلی دشمن تو نیست، سوخت توست. چجوری؟ مغز 3 تا قانون داره. 1. از کار سخت میترسه، چون کار سخت انرژی میخواد. پس تنبلی رو فعال میکنه تا انرژی ذخیره کنه. 2. با چیزای بزرگ نمیسازه. تو میگی بنشینم 4 ساعت کار کنم. مغز میگه نه، خیلیه، بذار بعدن. 3. مغز کوچیک شروع میکنه. تو اگه بگی فقط 2 دقیقه، مغز مقاومت نمیکنه و این 2 دقیقه تبدیل میشه به 20 دقیقه، بعد 2 ساعت، بعد یک عادت. پس مشکل تو بی انگیزگی نیست، مشکل مدیریت مغزه. بذار یه چیزی بگم، تو هیچ وقت منتظر انگیزه نباش. انگیزه نمیاد تو رو نجات بده. انگیزه همیشه سر وقت نمیرسه. گاهی دیر میکنه، گاهی اصلا نمیاد. تو باید قبل از انگیزه حرکت کنی. حرکت که کنی، مغز خودش انگیزه تولید میکنه. این یعنی چی؟ یعنی تو ماشین رو هل بده، بقیه مسیر خود ماشین کمک میکنه. این بخش همون چیزیه که آدمای موفق انجام میدن و هیچ وقت نمیگن. قانون 2 دقیقه. هر کاری رو فقط برای 2 دقیقه شروع کن، نه بیشتر. 2. 3 تا پیروزی کوچیک صبحگاهی. صبح اول وقت 3 تا کار خیلی کوچیک انجام بده. مرتب کردن تخت، نوشیدن آب، چک کرد لیست کارها. این ذهن رو میبره توی مود انجام دادن. 3. حذف یک عالمه حواس پرتی، نه همشون، فقط یکیش. نتیجهش عجیب بزرگه. 4. پایان دادن قبل از خستگی. وقتی وسط انرژی تموم میکنی، ذهن مشتاق فردا ادامه بده. میدونی یه نقطه از تو هست که هیچ کس تا حالا ندیده. یه نقطه قوی تر، با اعتماد به نفستر، با زندگی بهتر. اون نقطه هنوز منتظر همین لحظه، همین تصمیم. حالا از خودت بپرس، من امروز میخوام قدم بردارم یا بذارم فردا؟ این ویدیو شاید تموم شده،
ولی داستان تو از همینجا شروع میشه.